اومدم. تا کی میخوای اینجوری با آب جنگی کلی هم آب بخوری؟ همش هم بری زیر آب. با آب هر جور رفتار کنی اونم با تو همون رفتار رو میکنه. حالا اینو ببین با آرامش رویا فلوچ. حالا میخوام آموزشش رو بهت بدم، خیلی راحته. دوست داری مثل ماکان و آدریان شناورشی رویا یه چیزی ساده داره. اینجا آرامش رو حفظ کنی، نفست رو حبس کنی، سرتو بخوابونی روی آب از زمین جدا کنی. تو قسمتی باش که آب تا سینه‌ت باشه. خیلی راحت دستا باز، یه نفس عمیق. سر میخوابونی روی آروم جدا کنی. تمام. و همین سادگی با آرامش. حالا برای اینکه برگردی به حالت اول کافیه پاهاتو خم کنی، سر بیاری بالا، پاهات به سرعت میاد روی زمین. خلاص با آب هر جور رفتار کنی، آب با تو همون رفتار میکنه. کانال من سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم ببینید.